الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تبلغ. مسلمان باید تقلید به آسیه کند. خواهرای عزیز، قرآن برای ما داستان یکی از زنهای کافر می‌بیارد که شوهرش کافر بود. فرعون کافر بود که از غرور پادشاهی، از غرور سلطنت و از غرور حکومتداری دعوای خدایی کرد، مانند که امروز دعوای خدایی دارد. چی خواهد، کجا که خواهد، چی کار خواهد کرد ایستاده است و هم دعوای خدایی داد. اما پروردگار در خانه و همسر او را، آسیه را هدایت کرد و به اسلام مشرف شد. قرآن حکایت میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. این تمثیل خدا برای آن میبیارد که امروز اکثر مردهای مسلمان و زنهای مسلمان میبینند که اکنون دنیا هم تو شده است، چیکار کنه؟ وقتی کدام مادر گویی که برای چی دخترت کرتی آستین کلت پوشیدن من نمیتونی، میگه تقصیر چیکار کنیم، دنیا هم تو شده است. خدا این تمثیل برای وی میگوید که ای مادر مسلمان، ای پدر مسلمان، ببین فرعون که سخترین کافر بود، دشمن خدا بود، دعوای خدایی میکرد، در خاندانش زنی داشت، آسیه. وقتی که او مسلمان شد، وقتی که او حضرت موسی به ایمان آورد، وقتی که صفت جنت از موسی شنید، همه آرایش و همه زرق و برقی پادشاهی فرعون دیگر پرداخت. در خاندان فرعون بود، اما برای خاطر ایمان از بحر تخت و تاج گذشت، برای خاطر ایمان از بحر تنگ و طلا گذشت، برای خاطر ایمان از لباس شاهانه فرعون گذشت. فرعون نتانست او را از ایمانش جدا کند. وقتی که فرعون لعین فهمید که زنش مسلمان است، او را اول زاره کرد، اول به خوبی فهماندش، اول چیز بسیار وعدش کرد. وقتی که دید آسیه از این راه نمی گردد، فرمان دادش که بره چارمخش کنه. چارمخ کردن، چارمخ میدانه، چارمخ زدن دست و پاشه، چهار طرف ترنگ کشیده بستن در آفتاب سوزان مصر. بالای سرش فرعون با جلادش ایستاده بود، تهدید میکرد، میگو گرد از این قولت، از پیروی موسی گرد، من خدا گو. اما آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، چشم به سوی آسمان میدوخت. حضرت سلمان فارسی، حسن بصری میگه وقتی که او رو با تازیانه میزدند، وقتی که او رو بیل سرخ کرده در تنش میداشتند، با آسمان نگاه میکرد به پروردگار. درهای آسمان میگه گشاده شده بود، پرده از پیشی چشمش برداشته شده بود، قصر جنت میدی زیباییشا. عذابش دادن، اما از راهش نگشت. فرعون لعین گفت سنگی کلانی بیاره در بالاش پرتایی. با وجود این از ایمان نگشت. مادرای مسلمان، آسیه پادشاه بود، شوهرش تخت و تاج داشت، از ایمانش نگرداند او رو. شما را چگونه دنیای غرب ما را حالا که مجبور نکرده است، فقط ما را فریب داد ایستاده است، چگونه ما خودمان از کفای وی رفت ایستادیم. ما میگیم که دنیا. بنابر باید زنی مسلمان تقلیدی به فاطمه کند. فاطمه دختری پیغمبر خداست. حالی علامه لاهوری میگوید مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. امروز تمام عالم مسیحیت مریم مقدس میدانند، دوست میدارند، احترام میکنند، اما امروز عالم مسلمان، دخترهای مسلمان فاطمه را که بودنش نمیدانند. باور کنید
اکثر دخترهایی که ما در مکتب میانه میخونن، در قشلاق میخونن، فاطمه رو نمیشناسن که دختری کیست، همسری کیست، مادری کیست. اقبال میگوید اگر مریم از یک پسری عیسی داشتنش اگر در نزد مسیحیت، عالم مسیحیت عزیز باشد برای خاطر آنکه مادر عیسی، آخر فاطمه 3 نسبت دارد، 3 فضیلت از وی زاید دارد. یکم فاطمه دختری پیغمبر است، نور چشمی رحمتا للعالمین، آن امام اولین و آخرین. دویم فاطمه همسر علی شیر خداست. سوم فاطمه مادر حسن حسین است. بخاطر که مسیحیت مریم اینقدر دوست دارن شما باشه فاطمه رو نمی‌شناسید، شما با فاطمه تقلید کنید. مادران را مزرعی حضرت مولانا یعنی راهوری یک مثل بیتی هم دارد، مزرعی تسلیم را حاصل بتون، مادران را اسوه‌ای کامل بتون، آن ادب بر پرورده صبر و رضا، آسیا گردان لبش قرآن سرا. جناب شما خواهرای عزیز، به حضرت مریم، به حضرت آسیه، به حضرت فاطمه و خدیجه برای شما گردنای زیبای شما پوشیده باشد. اکنون با هم خواهرای عزیز اسلامی میفهمانم، این آن چیزی که درباره حجاب با شما گفتم این فقط یک قطره از بحر بود. از سبب آنکه وقتی ما بود شد اخرب که ساعت بالای 1 آمد، بنابر صحبت خود با آن به پایان میرسانم که خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما را فقط میتواند اصلاح کند امروز مسجد. شما فقط مسجد، صحبتی، واعظها میتواند شما را اصلاح کند، شما را صاحب ایمان کند، شما را صاحب آداب اسلامی کند. از این سبب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما خواهرای عزیز رخصت میدهد که مسجدها روید. حتی به مردها پیغمبر خدا میگویند اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد فلا یمنعنها، وقتی که همسر شما رفتن به مسجد از شما خواهش کرد شما او را منع نکنید. زیرا که امروز زنهای مسلمان فقط جایی که احکام اسلام فهمند این مسجد است و خلاص، دیگر جا نیست. نه مکتب، نه بازار، نه تالارهای کنسرتی، نه گزیت و ژورنال، نه رادیو و تلویزیون، هیچ کدامش خواهرای مسلمان ما را دیگر احکام اسلام تعلیم نمیدهند.